بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گناهی کسی که همسایه اش از آزارش در امان نیست. از ابو شریح رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: بر خداوند سوگند که ایمان ندارد، با خداوند سوگند که ایمان ندارد، با خداوند سوگند که ایمان ندارد. کسی گفت: یا رسول الله، کیست که ایمان ندارد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که همسایه‌اش از آزارش در امان نیست. کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد نباید همسایه‌اش را اذیت نماید. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد نباید همسایه‌اش را اذیت نماید، و کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید مهمانش را احترام نماید، و کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد یا باید سخن خیرخواهانه بگوید و یا خاموش باشد. به همسایه باید نیکی نمود. از عایشه رضی الله عنه و از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند: آنقدر جبرائیل مرا به نیکی کردن برای همسایه وصیت میکرد که با خود گفتم شاید همسایه را وارث همسایه سازد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.